امروز در شهر باختر فوروم زنان ولایت ختلان تحت عنوان صداقت مادران به پیشوای ملت صداقت به وطن است برگزار گردید. در این همایش معاون رئیس ولایت ختلان فیروزه شریفی، اهل ضیا، مهتران مهنت، مادران و بانوان فعال ولایت شرکت ورزیدند. فیروزه شریفی ضمن ارائه سخن خود قید کرد که محض خرد سیاسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و خدمت‌های ماندگار آن کس برای حفظ استقلال دولتی، تحکیم دولتداری و برقراری صلح و ثبات ملی بود که امروز ما زنان و بانوان تاجیکستان در فضای امن و آسایشتگی و پیشرفت شکوفایی وطن عزیز زندگانی داریم. تاریخ نوین دولتداری تاجیکان را به زحمت و تلاش خدمت‌های ارزنده و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تصور کردن امکان پذیر است، اظهار نمود معاون رئیس ولایت. قید گردید که امروزها بانوان ختلان زمین برابر مردان ناموس وطنداری را به دوش خود گرفته غیرتمندانه با تشبس‌های سازنده خود تاجیکستانی محبوبمان را باز هم آباد و زیبا گردانیده ایستادند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان وابسته به تطبیق ثمرناک استراتژی و برنامه‌های دولتی در سمت کاربازانان و بانوان کارهای عملی را انجام داده ایستاده است. شماره زنان و بانوانی در مقام راهبری کننده فعالیت داشته در مقیاس ولایت 13887 نفر را تشکیل می دهد. شماره خدمتچیان دولتی از حساب زنان به 540 نفر برابر شده است که از این حساب 210 نفر در وظیفه های راهبری فعالیت نظررس دارند. واقعا امروز دست پیشوای ملت همچون بال همای است که بالای سر تمام زنان و مادران تاجیک پرافشانی می نماید. محض دستگیری های پیوسته پیشوای ملت است که امروز زن تاجیک در تمام جبهه های جامعه مقام استوار خود را دارد، هم در ساحه سیاست، هم در ساحه فرهنگ و معنویات، معارف و علم. سیمای زن تاجیک همچون یک زن زمانوی، همچون یک زنی که از طالع بلند خود افتخار دارد و همیشه دعا بر لب دارد تا فضای امنیت این کشور استوار باشد. معاون رئیس ولایت برگزاری فوروم زنان را در عرفه روز زبان دولتی رمزی ارزیابی نموده افزود که نقش پیشوای ملت در رشد زبان تاجیکی بی سابقه و تصور ناپذیر می باشد. مخصوصاً اثرهای پرزیدنت کشور، سخنرانی‌های او در محفل و چاره‌بینی‌های گوناگون در پیریزی سیاست زبان دولت، معین کردن سمت‌های اساسی انکشاف زبان و زبانشناسی تاجیک نقش بنیادی و راهنمایی داشتند. در فوروم زنان ولایت ختلان تحت عنوان صداقت مادران به پیشوای ملت صداقت به وطن است، نمایندگان بانوان ولایت که قوه فعال و پیشرفته جامعه به شمار می روند در باب ننگ و ناموس وطنداری، صداقت به پیشوای محبوب ملت، حفظ ارزش‌های ملی و دولتداری تبادل نظر نمودند. در آخر همایش اهل هنر ولایت با سرود ترانه‌های رنگین خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند.